موشک الکترومغناطیسی ایران موشکی که قادر به نابود کردن یک کشور است. موشکی که تنها در اختیار ایران و چین است. سلام همراهان عزیز، خوش آمدید به یک ویدیوی دیگر از کانال ایران نیوز. یک وبگاه تحلیلی در زمینه موشک جدید الکترومغناطیسی ایران نوشت: پدافند موشکی کنونی آمریکا قادر به دفاع مقابل موشک‌های مافوق صوت نیست. یک وبگاه تحلیلی به تازگی در مطلبی به تحلیل موشک جدید ساخت ایران که قابلیت ایجاد خاموشی‌های سراسری شهرهای آمریکا را دارد پرداخت. موشک جدید ایران با قابلیت شوک مغناطیسی بر اساس این گزارش در حالی که سلاح‌های پالس الکترومغناطیسی جدید نیستند اما مخرب و مؤثرند و این چیزی است که دانشمندان نظامی ایران روی آن حساب می‌کنند. به گفته تیم محققان آکادمی فناوری موشکی ایران، موشک جدید که برد 3000 کیلومتر با 6 برابر سرعت صوت حدود 25 دقیقه پرواز دارد، در جو زمین باقی می‌ماند. این موشک پس از عبور از منطقه مورد نظر یک انفجار ایجاد می‌کند. این امر شوک‌های برقی را به پالس‌های الکتریکی کوتاه اما بسیار قدرتمند تبدیل می‌کند. هنوز جزئیات بیشتر و تصاویر این موشک منتشر نشده. برخی تحلیلگران می‌گویند این موشک ویژه ایران است که توسط سپاه مخفی نگه داشته می‌شود. همچنان ایران و چین تنها دارنده این موشک در جهان است. مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های استراتژیک که اندیشکده‌ای وابسته به دولت بریتانیا است در گزارش جدید خود می‌گوید که موشک‌های بالستیک ایران تهدیدی برای تمام جهان است و توسعه موشک‌های دوربرد تمام عیار توسط این کشور پیامدهای جهانی دارد. به گزارش روزنامه نشنال نیوز، بر اساس گزارش این اندیشکده بریتانیایی، اگر ایران موشک‌های دوربرد با برد بیش از 2000 کیلومتر بسازد، بعید است که از این موشک‌ها صرفاً برای حمل محموله‌های انفجاری معمولی استفاده کند، چرا که آنها تاثیر بازدارندگی کمی بر آمریکا و کشورهای اروپایی خواهند داشت. در عوض به گفته این اندیشکده، ایران چنین موشک‌هایی را احتمالاً برای حمل کلاهک‌های هسته‌ای طراحی کند که اثر بازدارندگی بسیار بالاتری خواهند داشت. بنابراین نگرانی درباره اینکه موشک‌های دوربرد ایران در نهایت اروپا یا آمریکا را مورد حمله قرار دهد موجه است. این مؤسسه در گزارش خود میگوید که موشک‌های دوربرد جدیدی که ایران ساخته نسبت به مدل‌های قبلی بسیار خطرناکتر است و تاکید می‌کند ترکیبی از توسعه قابلیت‌های موشکی و تمایل آشکار برای استفاده از این قابلیت‌ها توسط ایران ثبات منطقه و جهان را تهدید می‌کند. ایران تولید موشک‌های با دقت بالا را در اولویت قرار داده که کاربرد جنگی آنها را افزایش می‌دهد. بنابراین برنامه موشکی ایران دیگر نمی‌تواند صرفاً به عنوان یک عامل بازدارنده تلقی شود، بلکه بخشی از یک توانمندی مؤثر تهاجمی است. تکثیر موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز و فناوری پهپادهای ایران و ارسال آن برای شبه نظامیان به طور جدی امنیت خاورمیانه را تضعیف و منطقه را بی‌ثبات کرده و به رقابت‌های تسلیحاتی دامن می‌زند. مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های استراتژیک در نهایت تاکید می‌کند جهان در درجه اول باید تلاش کند برد موشک‌های ایران را محدود کند تا از هدف قرار گرفتن اروپای غربی و آمریکا جلوگیری کند و بعد از انتقال موشک‌ها و فناوری موشکی ایرانی به نیروهای شبه نظامی در خاورمیانه جلوگیری کند. در بخشی از این گزارش آمده رزمایش پیامبر اعظم 17 سپاه از دوشنبه 29 آذر ماه سال گذشته به مدت 5 روز در سواحل خلیج فارس، تنگه هرمز و منطقه عمومی استان‌های هرمزگان، بوشهر و خوزستان با حضور یگانهایی از نیروهای زمینی، دریایی و هوافضای سپاه و برخی از یگانهای مردم پایه‌ای بسیج مستضعفین برگزار شد. روز پنجم اما یک روز خاص بود، روزی که در آن 16 تیر موشک بالستیک به طور همزمان به سوی یک هدف مهم شلیک شدند. عماد، قدر، سجیل، زلزال و ذوالفقار در پنجمین روز آزمایش بودند. طبق تصاویر این موشک‌ها به سوی هدف شبیه سازی شده مرکز توسعه تسلیحات کشتار جمعی اسرائیل شلیک شدند. البته در کنار شلیک موشک‌های بالستیک یک لانچر 5 فروندی و پهپادهای شاهد 136 را به سوی این اهداف پرتاب کرد. طبق اعلام رسانه‌ها موشک‌های بالستیک 100% به اهداف اصابت کردند، اما یک اتفاق مهم در طراحی موشک‌های ایرانی رخ داده و آن هم تغییر بردار رانش است. سردار حاجی زاده گفت: ما توانستیم به موشک‌های بالستیک هم جهت بدهیم
تا در جهات مختلف حرکت کنند و مانور بدهند و این پدیده کار دشمن را بسیار سخت می‌کند. زدن موشک‌های بالستیک برای سامانه‌های پدافندی خیلی سخت است و درصد کمی می‌توانند مورد اصابت قرار بدهند، ولی با این کاری که انجام شد تقریباً صدها میلیارد دلار هزینه‌های دشمنان ما ضرب در صفر شد و دیگر ارزشی ندارد. فرمانده نیروی هوافضایی سپاه گفت دشمنان دیگر نمی‌توانند پیش‌بینی کنند که این موشک‌ها از چه جهتی و در چه نقطه‌ای فرود می‌آید، چون سرعت نسبی موشک‌های پدافندی و موشک‌های بالستیک با سرعتی حدود 15 الی 20 ماخ به هم نزدیک می‌شوند. اگر نقطه آینده و معادله مسیر را نتوانند در بیاورند، کار خیلی مشکل می‌شود. طبق اعلام فرماندهان سپاه در روز آخر رزمایش پیامبر اعظم از 6 نوع موشک برای انهدام هدف مورد نظر استفاده شد که در ادامه این موشک‌ها را برای شما معرفی می‌کنیم. موشک سجیل، طول 57 متر، قطر 25 متر، وزن 23 تن که 1000 کیلوگرم از این مقدار مربوط به کلاهک موشک است. موتور سوخت جامد 2 مرحله‌ای، برد عملیاتی 2500 کیلومتر، سقف پروازی 250 کیلومتر، سرعت برخورد به هدف 4300 متر بر ثانیه. سامانه هدایت یک سامانه با دقت بالا که می‌تواند اهداف را با دقت کمتر از 20 متر هدف قرار دهد. ویژگی‌ها: زمان آماده‌سازی بسیار کم، شتاب بالا در هنگام پرتاب و شلیک، استفاده از سیستم ناوبری جدید و سنسورهای بسیار پیچیده، عدم امکان ردیابی توسط دشمن و توان عبور از سد سامانه‌های دفاعی همچون پاتریوت و گنبد آهنین. موشک عماد، طول 15 متر، قطر 25 متر، وزن 17 تن، 750 کیلوگرم از این مقدار مربوط به کلاهک موشک است. موتور سوخت مایع 2 مرحله‌ای، برد عملیاتی بازه 1700 کیلومتری تا 2000 کیلومتری. ویژگی‌ها: سرعت بالای پیمایش، توان عبور از سامانه‌های دفاعی دشمن مانند آروسه، ضریب خطای بسیار پایین، مانورپذیری، قابلیت کنترل تا آخرین لحظات برخورد به هدف، قابلیت پرتاب از پرتابگرهای ثابت و متحرک و بسیاری از ویژگی‌های محرمانه. موشک قدر: این موشک در 2 نوع قدر F و قدر H طراحی ساخته شده. موشک قدر F، طول 15 متر، وزن کلاهک 650 کیلوگرم، برد موشک 1700 کیلومتر، پیشرانه موشک سوخت مایع. ویژگی خاص: امکان استفاده از کلاهک‌های بارشی. موشک دسفول، طول 12 متر، وزن موشک 1500 کیلوگرم، برد موشک 1000 کیلومتر، سرعت 9 ماخ، دقت 5 متر. ویژگی‌های خاص: استفاده از رنگ جاذب امواج راداری، بزرگتر شدن قسمت سوخت، بالک‌های پایدارساز و بسیاری از ویژگی‌های تاکتیکی. موشک ذوالفقار، طول موشک 10 متر، سرعت 5 کیلومتر بر ثانیه، برد موشک 700 کیلومتر، وزن کلاهک 450 کیلوگرم، دقت موشک 10 متر. ویژگی خاص: دارای کلاهک جدا شونده که فوایدی همچون افزایش برد موشک، کاهش امکان ردیابی و کاهش احتمال اصابت موشک‌های پدافندی دشمن را دارد. موتور قدرتمند، پرتابگر 2 فروندی و بسیاری دیگر. عملیات‌های خاص: عملیات لیلة القدر و ضربت محرم. موشک زلزال. موشک زلزال در 3 نسل زلزال 1، 2 و زلزال بارشی طراحی و ساخته شده که نمونه بارشی آن از قدرت تخریب بسیار بالایی برخوردار است. مشخصات موشک زلزال 1: طول 8 متر، قطر 60 متر، وزن مجموع 2950 کیلوگرم، وزن کلاهک 500 کیلوگرم، برد موشک 160 کیلومتر. مشخصات موشک زلزال 2: طول بیش از 8 متر، قطر 61 متر، وزن موشک 3000 کیلوگرم. مشخصات موشک زلزال بارشی: موشک زلزال بارشی ویژگی‌های مشابه با موشک‌های زلزال 1 و 2 دارد و تنها تفاوت آن قدرت تخریب است که توسط 30 بمب 117 کیلویی ایجاد می‌شود. آن هم به این نحو که بمب‌ها در فاصله نزدیک به زمین پخش شده و هدف‌های گسترده مانند باند فرودگاه و تجهیزات پخش شده روی زمین را منهدم می‌کند. پیشتر آموس یادلین رئیس سابق اطلاعات اسرائیل درباره قدرت موشکی ایران گفته بود زمان مورد نیاز برای رسیدن موشک از تهران به تل‌آویو تنها 7 دقیقه است. پس اگر شما واقعاً خواستار آن هستید که تمامی گزینه‌ها در مقابل ایران روی میز باشد، باید درباره گزینه نظامی جدی‌تر فکر کنید. از همراهی شما با این بسته تحلیلی سپاسگزاریم.